کرده شود. پول دادیم و در بدر شدیم و یا سرگردانی 67 ساکن دوشنبه که برای ساختمان منزل استقامتی 6 سال پیش سرمایه گذاری کردند. جن در دوره نیترزه من میرم خونه یک کس میرم پشک میشم 5-10 میتر روز من میبرم شب میشم میبیم یه سرما میمونم خواب میرم. در آخر هفته جاری شهروندان تاجیکستان حق پیدا میکنند که معرکه‌های عروسی خود را برگزار نمایند، اما با نظر داشتیم معیارهای محافظتی از کرونا ویروس. در این باره امروز در جلسه استودی جمهوریوی مبارزه با کووید 19 قرار قبول گردید. در این برابر به پروازهای بین المللی از تاجیکستان به بعضی کشورها اجازه داده می شود. همکارم کامر سیاتوم در این باره بیشتر میداند و حالا با ما در استودیو حضور دارد. کامر سلام. خوب با استودی جمهوریوی وابسته به برداشتن بخش دیگری محدودیت‌های وابسته به کرونا ویروس نو چی گفت؟ تشکر شهلا. ستاد جمهوریوی مقابله با کرونا ویروس نو در تاجیکستان امروز جلسه داشت و همونطور که گفتی اجازه داد که مردم از روز 20 ایون معرکه های عروسی و خرسندی خود را برگزار کنند، اما با شرط اینکه معرکه در یک جا برگزار شود، یا در طرفخانه و یا در خانه های مردم و با اشتراک همگی 100 نفر و با رعایت قاعده های بهداشتی. البته قبلا در معرکه های خرسندی در تاجیکستان حضور 150 نفر اجازه بود. همچنین از 1 ایول به پروازهای بین المللی از تاجیکستان به ازبکستان و دبی اجازه داده شده است، ولی مقامات میگویند که همچنان مسافران باید هنگام پرواز با خود معلوماتنامه طبی داشته باشند. البته تاجیکستان در آخر ماه مارس با هدف پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس پروازهای بین المللی را قطع کرده بود. کامرس، مقامات درباره تشکیل پروازها به روسیه هیچ تصمیمی نگرفتند، چون شهروندان زیادی هستند که میخواهند از تاجیکستان به روسیه روند و یا برعکس از روسیه به تاجیکستان بیایند. شهلا، این مسئله بسیار مهم است، مسئله داغ است و هر روز ده ها نفر به ما زنگ زده و میپرسند که پروازها کی به راه مانده میشد، مخصوصا به طرف روسیه. روزی گذشته نماینده های چند شرکت هواپیمایی در دوشنبه به رادیو آزادی گفته بودند که تا 30 ایون به استثنای پروازهای مخصوص یا چارتری پروازهای دائمی عملی کردن نمیشوند، از جمله به سمت روسیه. ستاد جمهوریوی مقابله با کرونا ویروس در تاجیکستان امروز در جلسه خود گفت که از آژانس آویاسیون گرجدنی تاجیکستان خواسته است تا مسئله پروازها را به طرف روسیه، ترکیه و همچنین جمهوری مردمی چین بررسی کند و هر چیز زود خلاصش را پیشنهاد کند. و البته هر وقتی که در این باره خبری شد شهلا، حتما به بیننده ها میرسانیم. بله، تشکر کامرس. به هر حال امید میبندیم که از ماه آینده رفت آمد هوایی بین تاجیکستان و روسیه برقرار می شود و مهاجران تاجیک بالاخره به دیدار پیوندانشان در وطن میرسند. امروز پارلمان تاجیکستان قانون نوی مقاومت با فساد را قبول کرد. مؤلفان طرح میگویند قانون قبلی به طلبات جوابگو نبود. تا کنون فساد از مشکل‌های جدی تاجیکستان نام برده می شود. از جمله ماموران اگنتی ضد کورپسیا اخیراً رئیس دادگاه نویه عینی شرف ترسونزاده را با اتهام دست داشتن در فساد مالی دستگیر کردند. او همگی 4 ماه پیش به این وظیفه تعیین شده بود. در جلسه پارلمانی امروزه وزیر مالیه تاجیکستان شرکت داشت. یوسفی و شهلوی عبدالله با استفاده از فرصت با این مقامدار مسئله پرداخت نشدن معاش در بعضی کارخانه ها را در میان گذاشتند. وزیر مالیه تاجیکستان تصدیق کرد که در پرداخت معاش در کشور مشکلی جای دارد. هفته های اخیر ده ها نفر از منطقه های گوناگون تاجیکستان شکایت دارند که سری وقت معاش خود را دریافت کردن نمیتوانند. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه روز 17 ایون در صحبت بر رضای آزادی سبب دیر پرداخت شدن قسم از معاش کارمندان را چنین شرح داد. وابسته به منابع پاندمی بیماری سیرویاتی کووید ما از حمایت علاقه با آموزگاران رخصتی دادیم. یعنی تصور کنید که خرجاتی که باید برای رخصتی پرداخت شود، پیش اگر ما در دوام استیم بعضی آموزگاران هم فقط مزد معاش میگیرند، امروز ما نیاز داریم که همه آموزگارانی که امروز در رخصتی هستند، اون نفری که مزد معاش میگیرند و رخصتی میگیرند باید در یک مدت کوتاه باید پرداخت کنیم. البته بودجه هم نقشه‌بندی میشه و پرداخت این مبلغ باید نقشه باید عملی کرده شود. معاش قسم حفظ شونده بودجه بوده. دولت موظف است که در هر حالت آن را پرداخت کند، اما شکایت ها از دریافت نکردن معاش در هفته های اخیر زیاد صدا می‌دهند. از جمله کارمندان نیروگاه راغون و هم کالج مهندسی تکنیکی شهری راغون شکایت دارند که چند ماه باز معاش خود را گرفتن نمی‌توانند. کارمندان کارخانه تلکا هم گفتند 3 ماه باز معاش نگرفتند. یک گروه از آموزگاران در شهر کولاب نیز همین شکایت را دارند و گفتند که از مغازه ها خوراک قرض گرفتند اما معاش آنها را نمی‌دهند.
اینا حوز فامیلی من برای مغازین ما قریب 200 سم قرض رو مغازین بلو قرض رو نمیتن میگم معلمی قرض نمیتن. اینا معلمی کوچه میگه که من رفتم مرا قرض ندادن. طبق اطلاع اگنتی آمار نزد پرزیدنت تاجیکستان، قرض معاش در کشور نسبت به همین دوره سال گذشته 27% بیشتر شده است. مقایسه رقم ها نشان می‌دهد که پرداخت نشدن معاش در بعضی از کارخانه و مؤسسه های تاجیکستان به سطح رسیده است که از زمان جنگ شهروندی در سالهای 90 دیده نشده است. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. دهها ساکن شهر دوشنبه با امید صاحب منزل شدن 6 سال این جانب آواره و سرگردانند. مسئول شرکت خانه‌ساز را برای قلابی کنج زندان انداختند. مشتریانی که آخرین پولشان را به ساختمان دادند در نتیجه در به در رو به رحم خدا ماندند. اخیراً کاسه صبر آنها لبریز شد و در یک مراجعه ویدیویی از شهردار پایتخت خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. ظاهراً این نوار تاثیر نماند و رستم امامعلی با شکایت آنها پاسخ داد. تفصیلات در گزارشی برای یوسفی. برای رسیدگی به قضیه ساکنان مبلغگذار به یک بلند منزل نیمه‌ساخت در کوچه اسدالله غلاموفی محله 83 با دستور شهردار دوشنبه یک کمیسیه ویژه تأسیس شده است. این کمیسیون در هیئت معاونان رئیس شهر و مقامات مسئول بعد از ظهر 16 ایون با سهامان این بنا ملاقات کرده و گفتند در طول یک سال این بنا ساخته خواهد شد. 67 نفر ساکنه که برای بنیاد یک بلند منزل 9 قبتی هنوز در سال 2014 به شرکت ساختمانی سیوس ساختمان سرمایه گذاری کردند تا هنوز نه پول خود را باز پس میگیرند و نه صاحب خانه شدند. همگی 600,000 دلار قطعی سپردیم. این گویا که گیریم این ساختمان مبلغ موقتی برداشته شد. اینجا راهبری همین ساختمان داده خانم منور اون کسی همین بعضی اویله ها همین ساختمان دوری دراز کشیده شد، ناراضی شدن وای کردن، از آزادی محروم کردن 11 سال به. برای ما نمیدونیم که چه خیل کنیم. با گفته ساکنان بینای نیمه‌ساخت را که تنها 4 طبقه برداشته شده است، کمیته اموال دولتی مصادره کرده به توازن ریاست ساختمان اساسی شهر دوشنبه گذاشته است. در ریاست ساختمان اساسی شهر دوشنبه گفتند مسئولیت حل مشکلات سهامگذاران در ساختمان بینای بلند منزل در کوچه اسدالله غلاموف را به اختیار مقامات حکومت ناحیه سینا واگذاشتند. ما بسیار خواهش میکنیم، زاره و تولا میکنیم به ما کمک کنید که قرار دوباره ادامه دادن ساختمان بینای ما را دهید. خواهش میکنیم به ما کمک کنید. ما نمیدونیم به کجا مراجعت کنیم. به ما اجازت ادامه ساختمان را نمیدهند. شخصانی هستند که میخواهند ادامه ساختمان این بنا را به عهده بگیرند. تعدادی از مبلغگذاران این بینای نیمه‌ساخت 6 سال قبل پول از مهاجرت اندوخته‌شان را به امید خرید منزل به شرکت سیوس ساختمان پرداختند. این افراد دیگر نه منزل زیست دارند و نه پولشان را بازپس گرفته میتوانند. تعدادی هم به امید منزل نو منزل‌های کهنه‌شان را فروخته اکنون در کوچه ماندند و اجباراً اتاقی از این ساختمان را به صفت منزل اختیار کرده در بدترین شرایط زندگی دارند. اینجا نه در دارن نه ترزه. من میرم خونه یک کس میرم پشاک میشم 5 سم 10 سم میتر روز من میبرم. شب میشم میبیام یا سر من میمونم خواب میرم با میرم یگون کس یاردم میکنم که کوارتیر ندارم. اما کارشناسان میگویند حل این چنین قضیه ها بر عهده دادگاه است، در حالی که سالهای طولانی دادگاه ها به قضیه سهامان این ساختمان رسیدگی نکرده است. سالهای اخیر شماره چنین قضیه های ساختمان منزل در شهر دوشنبه زیاد ثبت شده است. در اکثر این قضیه ها ساکنانی که برای ساختمان سهم گذاشتند شرکت های ساختمانی را برای اجرا نکردن عهدهداری هایشان متهم کردند. در پی چند از چنین قضیه ها مسئولان شرکت های ساختمانی پشت پنجره زندان رفته در برخی موردها شرکت های دیگر ساختمان منزل ها را به اتمام رسانیدند. بینندگان عزیز، تا این دقیقه برنامه ما درباره اجازت برگزاری معرکه عروسی در تاجیکستان و پروازهای بین‌المللی به ازبکستان و دبی گزارش داشتیم. نظر وزیر مالیه را عاید پرداخت نشدن معاش بعضی کارخانه‌ها شنیدیم و از سرسانی دهها ساکن بی‌منزل دوشنبه نیز گفتیم. حالا یک آگاهی پیشنهاد شما می‌شود و برنامه را با مطالب دیگر پای می‌گیریم. با ما بمانید.
برنامه خبری رو ادامه میدیم. چین و تاجیکستان امکان دارند در هماهنگی از توسعه کرونا ویروس جلوگیری نموده در رشد روابط تجارتی بین دو کشور و تطبیق لایحه‌های کلیدی در چارچوب برنامه یک کمربند یک رو سهم بگیرند. خبرگزاری‌های رسمی چین اطلاع دادند دیروز رهبری چین این مسئله را در صحبت تلفنی با پرزیدنت تاجیکستان مطرح کرده است. به قول رهبری چین، پکین و دوشنبه باید برنامه‌های همکاری در بخش‌های مختلف برای دوره به اصطلاح بعد کووید را تحریزی کنند. ادامه در گزارش کمرسیتا. رهبران تاجیکستان و چین روز 16 ایون در گفتگوی تلفنی شیوه‌های نوی همکاری در عهد کرونا ویروس و بعد آن را بررسی کردند. سی جین پین رئیس جمهوری چین گفته است پکین و دوشنبه باید هرچه زود تلاش‌های خود را برای مقابله با بیماری کووید 19 و رشد تجارتی دو جانبه هماهنگ کنند. خبرگزاری سینهوا از قول سی جین پین نوشت که مناسبت‌های چین و تاجیکستان به مرحله نوی تاریخی وارد شد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان نیز از صحبت تلفنی رهبران دو کشور گزارش داد ولی تفصیلات را آشکار نکرد. در خبرنامه رسمی گفته شده است دو طرف همکاری ها را در بخش‌های طب و داروسازی و تکنولوژی‌های نو نیز بررسی کردند. خبرگزاری سینهوا چین به نقل از سی جین پین میگوید دو کشور باید زودتر طرح همکاری ها را در دوره کرونا ویروس نو و بعد آن به خصوص در بخش‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، انرژی و کشاورزی بکشند. چین یکی از سرمایه‌گذاران و از قرض دهندگان اساسی به تاجیکستان به شمار رفته شرکت‌های چینی استخراج اکثر کان‌های طلای تاجیکستان را در دست دارند. سال گذشته وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با وزیران 5 کشور آسیای مرکزی گفته بود چین کشورهای منطقه را به گرفتن قرض‌های تشویق می‌کند که امکانی برگرداندن آن را ندارند و به احتمال زیاد به پکین در کارهای داخلی و دسترسی به ذخیره‌های طبیعی نفوذ بیشتر می‌دهند. رهبر چین در صحبت روز سه‌شنبه گفته است دوستان واقعی را در لحظه‌های مشکل می‌شناسند و از حمایت دولت و مردم تاجیکستان از تلاش‌های آن کشور به مقابل بیماری همه‌گیر ستایش کرده است. بیماری کرونا ویروس نو آخر سال گذشته در شهر ووهان چین کشف شد و تا این دم بیش از 8 میلیون کس را در جهان گرفتار کرده و باعث به مرگ بیش از 430 هزار نفر شده است. مقامات چین را در پنهان کردن آمار واقعی گرفتاران و قربانیان کووید 19 عیبدار می‌کنند. اما رهبریت چین این عیب‌ها را بی اساس می‌داند. تاجیکستان تنها آخر ماه اپریل وجود بیماری را اعتراف کرد و تاکنون به اطلاع رسمی بیش از 5000 نفر بیمار شده 50 کس فوت دیدند. کمرسیتا گزارش میداد. پکین دوشنبه در حال همکاری‌های منبع‌های خود را بررسی می‌کنند که روز 15 ایون چینی‌ها در یک نیزه مرزی در منطقه بلندکوی هیمالای 20 سرباز هندو را کشتند. آخرین جنجال مرزی بین دو کشور سال 1975 به عمل آمده بود. و بهرام اینازاده رئیس بازداشت شده شهر کولوب در بیمارستان کسالی‌های سیرایتی از کرونا ویروس نو معالجه می‌گیرد. نیروهای امنیتی تاجیکستان را 8 ایون با گمان فسادکاری دستگیر کردند. تفصیلات این خبر رو شما میتونید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. این مطلب آخرین برنامه امروز بود. تشکر که تا این دقیقه ها با ما بودید و تا صحبت های بعدی میتونید زیر نشانی www.azadi.org از سامانه رادیو آزادی استفاده برید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. همزمان صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. صبح فردا من همه شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا خدا نگهدارتان باشد. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.